با یه سلام مردادی میریم سراغ موشکافی امشب و مشنگ بازار ولایت، اونم بعد از تمدید مذاکرات. دیروز مام جواد زخیم رفت مجلس بهوش که خیر سرش گزارش مذاکراتو بده، اما لاریجانی با 2 سوت کرکرها رو کشید پایین و مجلس رو غیر علنی کرد. حدود ساعت 11-20 دقیقه بود که آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خبرنگاران خواستن که جلسه علنی مجلس رو ترک بکنن تا جلسه غیر علنی تشکیل بشه. میهمان این جلسه هم جناب آقای ظریف وزیر امور خارجه بودند و ایشون اونطور که در واقع اعلام شد گزارشی در مورد در واقع آخرین مذاکراتی که ایران و 5+1 در مورد پرونده هسته‌ای ایران داشتند ارائه کردن در مجلس شورای اسلامی. حالا ببینیم این تافتون کپک زده که اسم خودشو گذاشته سخنگوی مجلس چه گزارشی از جلسه غیر علنی با ظریف سرهم بندی کرده. جلسه علنی امروز تبدیل شد به جلسه غیر علنی. خب طبیعتاً مواردی هم که بنده خدمت شما عرض می‌کنم برخی از مواردی است که از دل اون جلسه غیر علنی برآمده، ولی همه موارد و مطالب نیست. بالاخره بحث‌های اختلافی که بین 5+1 و مذاکره کنندگان تیم هسته‌ای ما وجود داره، یکی از بحث‌های جدی و اصلیش بحث تعداد سانتریفیوژ هایی هست که باید فعال باشه و در واقع 190,000 سویی که مورد نظر هم ملت شریف ایران هم مقام معظم رهبری و نمایندگان ملت هست و این موضوع به گونه‌ای مطرح شد که بالاخره تیم مذاکره کننده ما به خوبی از این موضوع دفاع کردن، ولی با توجه به حجم زمانی که وجود داشت عملاً ما موفق نشدیم به اینی که در اون مقطع خواسته ها رو در واقع محقق کنیم. اوه سوتی رو دادی 1000 تا. بابا شیخ فری و عظما یه هفته است دارن زور میزنن بگن تمدید مذاکرات یعنی موفقیت نظام، بعد تو میگی موفق نشدیم. زود باش تون باش، این فضاحتی که به بار آوردی رو یه جوری ماسمالی کن. با توجه به تمدید مهلت زمانی من فکر می‌کنم که انشالله بتوانیم به خواسته های نظام و خواسته های مردم شریف ایران به ویژه مقام معظم رهبری برسیم. من فکر می‌کنم که یکی از بحث‌هایی که خیلی داره اهمیت بود فشاری که مذاکره کنندگان 5+1 به مذاکره کننده اصلی ما یعنی جناب آقای دکتر ظریف و تیمشون داشتن که این موضوع هر چه زودتر تمام بشود در واقع. اما تمدید همین مهلت 4 ماهه خب باعث شد که ما بتوانیم از فرصت‌ها به نفع احسن استفاده کنیم. دیر گفتی چغندر، دیر گفتی. کدوم فرصت؟ کدوم خواسته های نظام و عضوی؟ بیا ببین ورق پاره‌های حکومتی واسه تمدید مذاکرات چه عزاداری راه انداختن. در واقع اکنون دوباره به گام اول توافق ژنو به اضافه یک سلسله تعهدات اضافی بازگشتیم. در اینجا باید تأکید شود که توافق جدید خواسته های ایران از طرف مقابل را تأمین نمی کند. رسانه‌های غربی در تحلیل تمدید مذاکرات هسته‌ای و مقایسه تعهدات ایران و 5+1 بر این باورند که گروه 5+1 نتایج بهتری نسبت به ایران کسب کرده است. بفرما. اینم از تأمین خواسته های نظام و علی گدا. تازه روزخونی دلواپسا رو ندیدی؟ ببین کوشتی کشکی چه دست و پایی میزنه. این مذاکره به سرانجام نمیرسد چون طرف غربی حاضر به پذیرش حقوق ملت ایران نیست. ما اینجا آمدیم که بگوییم آقایان مذاکره کننده تأکیدتان روی خطوط قرمز را 100 برابر کنید. تو گفتی اونا هم 100 برابر کردن. بابا آقایان مذاکره کننده زدن خطوط قرمز نظام و زرد کردن، بعد تو دنبال 100 برابر کردنشی؟ بگذاریم بابا بگذاریم، بریم سراغ همون سخنگوی قلابی مجلس بهوش ببینیم واسه بسیجی‌های وارفته دیگه چی تو چنته داره. بر نظر مقام معظم رهبری و بر فتوای ایشون ما به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم و نخواهیم بود و غرب هم باید این رو متوجه باشه. نه تو رو جان عمه جانت بعد از 2 تریپ زهرخوری سنگین حالا بیا و دنبال بمب هسته‌ای هم باش.
حکایت همون گربه است که دستش به گوش نمیرسید میگفت بو میده. ببین این حرفای بسیجی خرکن دیگه خیلی دموده شده. بالا بیار ببینیم تو جلسه غیر علنی به ظریف چی گفتی؟ بالاخره دلواپسای نظام حال ممجوادو گرفتن یا نه؟ با توجه به حالا اول جلسه که جناب آقای دکتر لاریجانی به صورت هم شوخی هم جدی موردی را خدمت آقای دکتر ظریف مطرح کردن که به جزئیات بیشتر بپردازن و مواردی که قابل طرح هست رو مطرح کنن، خوشبختانه آقای ظریف به دیتیل مسائل پرداختن و به نظرم میاد که قانع شدن نمایندگان و سوالی هم اتفاق نیفتاد. شوخی با ریش فلفل نمکی ظریفم شوخی. یارو رفته ژنو وین بوت زهر تیار کرده واسه عظما، هیچ نمیم پس نداده. بعد تازه لاریجانی اونم تو مجلس غیر علنی شوخیش گرفته. یه باره بگو به فرموده عظما قضیه رو ماسمالی کردیم رفته دیگه. ببین زهرخوری عظما لو رفته تر از این حرفاست که با جلسه غیر علنی سر و تش هم بیاد. خودشم نخواد سگ و سیله‌هاش قضیه رو علنی میکنن. جسم ناقص علی گدا رو بچسبید که قراره 4 ماه زیر لگد این باند و اون باد حسابی سمکوب بشه. موشکافی